سلام بچه ها، امروز قراره این موضوعی رو با هم دیگه بررسی کنیم که هر کسی که طراحه یا تو کار ساخت و سازه یا حتی دنبال خونه خریدنه یه جایی بالاخره باهاش درگیر میشه. پارکینگ ساختمون، جایی که از نظر مقررات ملی یک دنیا قانون پشتشه. حالا پارکینگ چیه؟ پارکینگ به صورت رسمی یه فضاییه واسه توقف ایمن. توقف ایمنی که برای وسایل نقلیه و جزء خدمات یک ساختمونه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی 1 متر فضا بذاری و بگی این 1 متر من پارکینگ منه. این غلطه. همین. حالا شرایطش چیه؟ شرایطش اینه که اول اینکه ایمن باشه. یعنی در دسترس عموم نباشه. هر کسی بخواد بیاد اینجا ماشین پارک کنه. 2 اینکه دسترسی مناسب داشته باشه. یعنی یکی بلند نشه از پشت بوم دور بزنه بیاد سوار ماشینش بشه. 3 اینکه فضای کافی داشته باشه برای باز و بسته شدن در. حداقل هم 2.5 متر عرض میخواد برای هر جای پارک. 4 اینکه تهویه مناسب داشته باشه. حالا اینکه چند تا پارکینگ داشته باشیم خیلی مهمه. قانون میگه به ازای هر یک واحد مسکونی که تا 150 متر باشه باید یک جای پارک داشته باشیم و الزامیه. و اگه ساختمونت اداری باشه یا تجاری باشه بسته به متراژش ممکنه چند تا جای پارک بخواد. حالا اگه هر واحد تجاری باشه به ازای هر 50 متر یک پارکینگ و هر واحد اداری هم به ازای هر 100 متر یک پارکینگ باید داشته باشه. انواع پارکینگ. اولین نوعش پارکینگ کوچکه که تا 3 جای پارک داره. یعنی بیشتر از اون شامل پارکینگ متوسط میشه که از 4 تا 25 جای پارک داره. اگر بیشتر باشه شامل پارکینگ های بزرگ میشه که بیش از 25 پارکینگ هستن. درباره ابعاد پارکینگ باید صحبت کنیم. ابعاد پارکینگ چی میگه؟ میگه اگه میخوای یه پارکینگ درست و حسابی طراحی کنی باید بدونی ابعاد استانداردش چیه. نه اینکه ماشین مثلا بزنی به در به دیوار یا در ماشین باز نشه یا کسی نتونه از اونجا پیاده بشه. اینجوری نیست. یه سری قوانین و شرایط داره که اونها باید رعایت بشه. برای هر جای پارک حداقل 2.5 متر عرض میخوایم و 5 متر طول به ازای هر یک جای پارک. حالا اگر اینجا این عرض مفیده در واقع بعد از ستون بین ستون ها باید 2.5 متر عرض داشته باشه. حالا اگه این سمت کاملا دیوار باشه حالا این عرض باید بشه، یعنی از دیوار تا وسط ستون باید بشه 3 متر. من اینجا بکشم براتون. اینجا دیواره، اینجا باید بشه 3 متر.
بذارید اینجا اینو براتون بکشم که شما هم کامل ببینید. محور تا محور ستون 3 متر و عرض مفید 2.5 به ازای هر یک جای پارک. حالا اگه 2 تا پارکینگ داشته باشیم، عرض مفیدمون میشه 4 متر و نیم و آکس به آکس ستونمون میشه 5 متر برای 2 جای پارک. حالا اگه 3 تا جای پارک داشته باشیم، عرض مفید میشه 7 متر و محور تا محورمون میشه 7.5 متر برای 3 خودرو. حالا اگه کنار محل جای پارکمون یه فضایی برای عبور پیاده داشته باشیم، از اینجا مثلا ماشین بخواد، آدم بخواد رد بشه، این فاصله بین 2 ماشین یا فاصله بین ماشین و دیوار که عرض گذر پیاده است میشه 60 سانتی متر. و اگه محل عبور آبری در پارکینگ باید یک طوری طراحی بشه که برای دسترسی به انبار یا تأسیسات یا برای مثلا رفت آمد به پله و آسانسور دسترسی راحت داشته باشن، جای پارک باید 90 سانتی متر فاصله داشته باشه. ارتفاع پارکینگ باید چقدر باشه؟ ارتفاع مفیدش باید چقدر باشه؟ واسه پارکینگ های کوچیک و متوسط حداقل باید 2 متر و 20 ارتفاع مفید داشته باشین و برای پارکینگ های بزرگ و عمومی 2 متر و 40. یعنی اگه میخواین این ارتفاع رو حساب کنید، سعی کنید از جایی که اینجا سقفتونه، از جایی که تیرتون تموم میشه، باید 2 متر و 20 یا 2 متر و 40 ارتفاع داشته باشید. ارتفاع مفید درش باید چجوری باشه؟ حداقل 3 متر عرض در دارید و حداقل 2 متر و 10 ارتفاع مفید دارید. کمتر از این باشه ماشینم گیر میکنه، شما هم رد میشید. و درب ماشین برای پارکینگ های کوچیک عرض در 3 متر، برای پارکینگ متوسط عرض در 3 متر و نیمه
و برای پارکینگ های بزرگ عرض در 5 متر حداقل. حالا اگه بالای دربتون آزاد باشه، یعنی اینجا شما تیر نداشته باشی، سقف نداشته باشی و دربت رو به حیاط باز بشه، حداقل ارتفاع این در 195 سانتی متر. پس میشه درب آزاد، ارتفاع درب آزادتون 195 سانتی متر. حالا شرایط ایمنی پارکینگ چیا هستن؟ نورگیری، تهویه و ارتفاع مفید. حالا فرض کنیم جای پارک خوبه. اگه پارکینگ خفه باشه، یعنی تهویه نداشته باشه، نورگیر نداشته باشه، دود جمع بشه، چه اتفاقی میفته؟ پس تهویه خیلی مهمه. تهویه یا باید طبیعی باشه یا باید مکانیکی باشه و حداقل 2 تا خروجی هوا داشته باشه. و یه نکته دیگه این که درب ورودی پارکینگتون نباید مشرف به فضاهای اصلی ساختمون باشه، مثل نشیمن یا اتاق خواب یا ورودی، هم به خاطر دیدش و هم به خاطر ورود آلودگی و دود به داخل خونه. حالا پارکینگ مزاحم چیه؟ پارکینگ مزاحم تو بند 3 1 10 5 4 براتون می نویسم. 3 1 10 5 4 صفحه 69 مبحث 4 میگه پارکینگ مزاحم یعنی 2 تا ماشین پشت هم پارک کنن، بهش میگن اصطلاحاً اتوبوسی، پارک اتوبوسی. اینجوری نباید باشه و چون اگه ماشین بخواد بره بیرون باید زنگ بزنه به همسایه یا بره در خونش که یه مقدار سخته. فقط هم در صورتی مجاز هست که این 2 تا واحد که قراره پارک کنن بتونن که با همدیگه توافق کنن. واسه 2 واحدی که مجاور هستن فقط کاربرد داره و فقط هم یک ماشین حق داره که پارکینگ اتوبوسی داشته باشه، یعنی 2 تا همسایه و فقط هم همین 2 تا میتونن، بیشتر از 2 تا حق پارک اتوبوسی ندارید. و اینکه نباید مسیر درب انباری یا دسترسی به آسانسور و پله رو ببنده. ابعادش هم هست 6 متر در 2.5 متر عرض، یعنی طولش 6 متره که 2 تا 6 متر، یه 6 متر اینجا، یه 6 متر اینجا، میشه 12 متر در 2.5 متر عرض. قسمت بعدی در مورد رمپ و دسترسی پارکینگ میخوایم صحبت کنیم. بچه این قسمت خیلی مهمه چون نصف پارکینگ ها اونقدر شیب رمپش زیاده و تنده که ماشین کفگیر میشه و رانندش هم قطعا قلبش میگیره. قانون چی میگه؟ میگه شیب رمپ حداقل باید 15% باشه. ببخشید، حد اکثر باید 15% باشه. اگر این رمپتون مستقیم باشه، یعنی اگر
پلانش رو بکشیم به این حالت باشه. حالا اگه مستقیم نباشه، یعنی مجبور بشیم یه فضای اینجا بدیم و دوباره بپیچیم، یعنی یه پاگرد داشته باشه. این شیب باید 12% باشه و بیشتر از این هم مجاز نیست. حالا در مورد عرض رمپ بگیم. عرض رمپ 3 متره واسه جاهایی که یک مسیر داره، یعنی یه ماشین فقط میخواد بره، و 5.5 متر برای 2 خودرو کنار هم. و اینو هم بهتون بگم که باید رمپ ضد لغزش باشه، یعنی جنسش از مصالح غیر لغزنده باشه. ورودی پارکینگ باید بالاتر از کف خیابون باشه که آب بارون واردش نشه. و یه نکته دیگه این که 1 متر اول و 1 متر آخر رمپتون باید 10% شیب داشته باشه تا ماشین راحت تر بتونه بره. پس 1 متر اول و 1 متر آخر باید 10% شیب داشته باشن و بقیه 15 تا 12% بستگی به مستقیم و غیر مستقیم بودن رمپ میتونه 12 تا 15% باشه. یه مطلب خیلی مهم داریم برای پارکینگ که برای پارکینگ معلولین هست. پارکینگ معلولین بچه ها این قسمت خیلی مهمه. ما هممون با هم برابر نیستیم و پارکینگ واسه افراد معلول یک الزام جدی داره که شما حتما باید این ابعاد پارکینگ رو درست در نظر بگیرید. حداقل 3.5 متر فضا میخوایم برای عرض پارکینگشون و 5 متر هم طول. این فضا باید فضای کناریشون باید کامل آزاد باشه که بتونه در کاملا باز بشه. اینجا باید کامل درب خودروشون باز بشه که برای آوردن ویلچر یا راحت پیاده شدن اون افراد معلول بتونیم ازش استفاده کنن. و بهتره که نزدیک ورودی باشه یا آسانسور. بچه یه نکته هم بهتون بگم، فراموش کردم اونجا بهتون بگم. شعاع گردش ماشین، یعنی شما اگر یک ماشین داشته باشی و بخواد این ماشین از پارک خارج بشه، باید پشت این ماشین یک فضای 5x5 شما فضا داشته باشی برای گردش یک ماشین. یعنی بین 2 تا ماشینی که روبروی هم پارک شدن باید حتما یه فضای 5 متری شما داشته باشی. و برای تردد ماشین ها، برای اینکه یه ماشین بتونه از اینجا بین این 2 تا ماشین عبور کنه، در توقفگاه های بزرگ و متوسط نباید از 5 متر کمتر باشه و برای پارکینگ های کوچیک باید حتما 3 متر شما فضا داشته باشید. و یه نکته دیگه این که بهتون بگم، فضای گردش 2 تا ماشین میتونن مشترک باشن، یعنی این 5 متر میتونه مشترک باشه بینشون. دوستان امروز با هم ضوابط پارکینگ رو بررسی کردیم، تعریف پارکینگ ها رو گفتیم، انواع پارکینگ ها، ابعادشون، ارتفاعشون، ورودی
پارکینگ مزاحم و طراحی تو زمین‌های شیبدار، پارک معلول و این مباحث تنها برای آزمون نظام مهندسی مهم نیستن، بلکه واسه اینکه پروژه های مهم هم میگیرین، پروژه های واقعی هم میگیرین کاربرد دارن. پارکینگ خیلی آسونه، داستان داره، ولی با تمرین و تکرار شما میتونید خیلی راحت پارکینگ های خیلی خوبی طراحی کنید. و اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و تو کامنت ها واسه هم بنویسید که از کدوم قسمت بیشتر خوشتون اومد.